این پزشک آمریکایی میگه اگر میدونستی سیر چقدر خاصیت داره توی باغچه خونت فقط سیر میکاشتی. اگر درگیر زانو درد یا دردهای مفصلی هستی با این معجزه طبیعت میتونی درمانش کنی. فقط کافیه یک سیر رو خرد کنید، داخل ظرف بریزید و یک عدد پیاز رو هم به صورت حلقه‌ای برش بدید و سپس پوست یک زنجبیل رو بگیرید و تکه تکه کنید و هر 3 مورد رو داخل ظرف شیشه‌ای بریزید و بهش روغن زیتون اضافه کنید. در این ظرف رو ببندید و یک ظرف دیگر رو روی گاز قرار بدید و یک پارچه درونش بذارید. سپس ظرف حاوی روغن رو درونش قرار بدید. ظرف رو پر از آب کنید تا تبخیر آب باعث بشه این روغن خاصیت ضد التهابیش به شدت بالا بده. از صافی ردش کنید و هر قسمتی از بدنتون که درد و التهاب دارید رو روزی 10 دقیقه باهاش ماساژ بدید. پس از درمان یادت نره برای سلامتی مادرم دعا کن. این پست رو بفرست برای هر عزیزی که میشناسی، شاید حتی یک نفر از درد و ورم رها شه.